امروز میخوایم به یک نکته خیلی مهم اشاره کنم. شاهد حمایت مردم افغانستان از رهبر ایران و ایران هستیم. اگر مردان افغانستان به همین حد که از ایران و رهبر ایران حمایت کردند، از زنان افغانستان، از حق تحصیل زنان افغانستان حمایت میکردند، امروز ما شاهد بسته بودن هیچ مکتبی برای دختران نمی بودیم. زنان ایران امروزه در جنگ هسته‌ای با جهان قرار دارند و در رهبری این جنگ در خط نخست هستند. ولی متاسفانه زنان افغانستان حق رفتن به مکتب ندارند. حالا خودتان فکر کنین و مقایسه کنین که زنان افغانستان به حمایت شما برادران خود ضرورت دارند و یا هم ایران و مردم ایران. اونا در جنگ هسته‌ای هستند ولی ما حق رفتن به مکتب نداریم. انتخاب و اختیار دست شما هست. راه درست انتخاب کنید و از هموطنان خودتان حمایت کنید که بیشتر به حمایتتان ضرورت دارد.